خب امروز اومدم در مورد پروژه جدیدم حرف بزنم. پروژه اسمش ترم ایکسه. ترم یعنی ابزارهای خط فرمان. حالا ترمیکس چیه؟ ترمیکس یه میرور از کوریوتیله. کوریوتیل چیه؟ کوریوتیل بذارید این پیج گیت هابشو بیارم. اینترنت یاری نمی کوریوتیل مجموعه ای از ابزارهای خط فرمانه که توسط گنو ساخته شده. معروف ترینشون هم مثل LS CD مثلا PS PS حالا اشتباه نکنم جزو یه مثلا تولکیت دیگه است. بعد دیگه جزو معروفاش کت. مثلا میخوام مین دات سیمو کت میاد محتویات یه فایل رو واسه ما پرینت میگیره. اکو جلوش یه متن مینویسی مثلا هلو ورلد واسه پرینتش میگیره. کلیر 10 بار داریم ازش استفاده میکنیم اصلا توجهش نکردیم. خلاصه من چرا این پروژه رو ایجاد کردم یعنی ترمیکسو، علت اینه که ما با پیاده کردن هر کدوم از این دستورها میتونیم کلی زبان برنامه نویسی سی یاد بگیریم. این وسط شاید چند تا قابلیت اضافه هم مثل زیبایی رنگ اضافه کردیم که یه مقداری از کوریوتیل بهتر باشیم. اولین دستوری که من پیاده کردم و این جلسه هر جلسه یه دستور کار میکنیم، دستور کت هستش. ساختار پروژه اینطوریه که هر فولدر رو اضافه میکنم واسه یه دونه دستور و هر کدومشون هم میک فایل مجزای خودشو داره. اینترنت ایران عالیه. میک فایل یعنی این که مثلا من اینجا داخل کتم اگه میک فایلش رو باز بکنم، یه سری دستورات برای بیلد کردن پروژه است. اگه نمیدونید میک فایل چیه برای بیلد کردن، تنها کاری که کافیه بکنید اینه داخل دایرکتوری یا همون فولدر هر کدوم از دستورها که هستید، البته باید لینوکسی باشید، دستور میک رو که بنویسید خودش بیلدش میکنه، اصطلاحاً پروژه رو برامون کامپایل میکنه و فایل رو آماده میکنه. علت استفاده هم ازش اینه، شاید مثلا شما الان بگید چرا از GCC استفاده نمیکنی. ممکنه توی یه جایی باشه که ما برسیم به 10 تا فایل کد، مثلا 20 تا هدر فایل. خب این باید پردازش بشه، هر بار بخوای اینو بنویسی اصلا گیج میشی. خب تو حاشیه نریم، بریم مثلا ببینیم این دستور چطور ساخته شده. خیلی خیلی ساده است، اصلا هم هیچ کتابخونه‌ای استفاده نکردم. دستور cat مثلا main.c چطور میاد و محتویات یه فایل رو برای ما پرینت میگیره. اولین کاری که میکنه اینه که داخل اینجا رو نگاه کنید، میاد آرگومنت های خط فرمان رو میگیره. من وقتی مینویسم cat، چیزی که جلوش مینویسم آرگومنت خود خط، خود cat آرگومنته. من مینویسم cat main.c. main.c من ایندکس اول اصطلاحاً آرگومنت هاست یا اون آرگویه. اینجا آرک سی تعداد ورودی هایی که ما دادیم. الان من یه او اینجا اضافه کنم این ورودیاش میشه 3. اینجا این آرک سی تعداد ورودی هست. میاد میگه چی؟ میگه تعداد ورودی ها باید برابر 2 باشه. اگر نبود بیا ارور پرینت بکن که باید باشه. بذارید بهتون نشون بدم. دات چت مثلا دیگه ورودی نذاریم، میاد یه ارور یوزیج میده، خودش یوزیج رو پیدا میکنه و میگه cat فایل نیم باید باشه. اگه آرگومنت ها درست بود میره تو مرحله بعد، یه فایل تعریف میکنه، یه دونه کرکتر تعریف میکنه، بعد میاد فایل رو باز میکنه. آدرس فایل رو از کجا میاره؟ از ایندکس اول آرگوی میاره. یعنی چیزی که شما جلوی کت می‌نویسی، مثلا من می‌نویسم main.c،
ببخشید بفرم. اینو میاره فایلو باز میکنه. با چه مودی فایلو باز میکنه؟ با مود آر. مود آر مخفف ریده، یعنی خوندن. بعد میاد یه شرط دیگر رو بررسی میکنه، میگه اگر فایل ما برابر نال بود، یعنی اینکه این فایلی که خواسته بخونه ناموفق خونده شده، بیا ارور پرینت کن cannot open file، یعنی من نمیتونم فایل رو باز کنم. بعد بیا سیگنال یک رو پرینت کن. این سیگنال یعنی چی؟ اگه توجه کرده باشید همیشه آخر برنامه‌نویسی می‌نویسیم ریترن 0. ریترن 0 میره به خط فرمان ما، میگه که سیگنال 0 برگشته، یعنی برنامه به پایان رسیده بدون ارور. اگر سیگنال 1 بره یعنی برنامه بر اساس یه خطا از کار افتاده. اگه VS کد رو یه لحظه من باز بکنم، اینجا ترمینالش یه چیزی داره که میخوام ببینم. من ls که میزنم توی اون توپه آبی میشه، یعنی ریترن 0 شده. ولی وقتی مثلا میام دات کت مینویسم ببخشید توش قرمز شد، یعنی خط فرمان رو ریترن 1 برگردوند، ارور داد. این از اونجا میفهمه قرمز. تو مرحله بعد اگه مشکلی تو باز کردن فایلم نبود، یه حلقه اجرا میشه. این حلقه میاد اون کرکتری که این بالا تعریف کردیم و هر بار با تابع fget یک کرکتر از داخل فایل رو میخونه. میاد بررسی میکنه که این کرکتر EOF نباشه. EOF یعنی چی؟ EOF یعنی همینطوری که داره میخونه وقتی به جایی برسه که وجود خارجی نداره، سیگنال EOF برمیگرده، مقدار EOF استفاده. میگه اگه EOF بود دیگه حلقه رو تموم کن. اگه EOF نبود بیا پوچر کن سی رو. پوچر اسم یه تابع داخل زبان سیه که کرکتر تایپ میکنه و همینطوری کرکتر به کرکتر توی این حلقه وایل پیش میره تا جایی که کل فایل رو برامون اصطلاحاً پرینت کنه. آخرش هم وایل رو میبندیم که از نشت حافظه و مشکلات دسترسی پذیری جلوگیری کنیم و با سیگنال ریترن 0 برنامه به پایان میرسه. این از دستور کت. هر بار من میام یه دونه ویدیو میذارم، یه دونه از دستورات رو میسازیم تا جایی که به صورت تقریبی تمام دستورات کوریوتیلز رو داخل ترم ایکس پیاده سازی کنیم. پس تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.